همون دادرم عیبی دادرم شید عیبی اوچم شید عیبی اکم شید هم تا بعد پشیمانی ها میشه. برای قطعی زنک یکان بحث مناظره که کردین خب همون را بهترش هم یکی بگو اولی من کمتر مشغولم بعد گپ میزنم دیدی که همین غضب تو میسته همین بگو یک کار بمونیم و بعد زنگت میزنم برای که چرا آدم دیگه برداشت کنه نمیتونه بعد در هم سر شرط دیگه طلاقش میکنه همین خوب نیست. همین وقت مرده اگر نه یک کرتاش نمیگیری. هم طریقی گو بگو یک کرتانه 10 کرتاب میگیری چیه؟ اوی کرتام که نه اوکی همون دیگه یا هم خوابا نمیکنه. البته تو رایده مقصد. دو پوشن نمیشه. همین چیزا در اهمیت میتونیم زنک‌ها را خیلی همون هم فهمیدن در کار زنک بسیار نعمت میده احتیاط کنین جنجال نکنین یکان سخنهای قبیح نگین گناهگار میشین اگر نمیفرستن رنج ما بگردی آقا شما حرکتی بسیار انشاءالله خیر احسان‌ها را فقط همش پاداش داره. عقیده اهل سنت همینه که یا با ثوابش به همه مرده و زنده میرسه. با خداوند در عوض میگه یا ابن آدم انفق ینفق علیه فرزند آدم بته من میتم برای همین انشاءالله این چیزایی را که دادین صرف کردین با خدای مهربان جای اینها را با امکانات شرایط با هسته با بهترش میکنیم با خودش در چیه که میگه صدقه میگه پیامبر میگه که یم تمنع میتت سوء حتی می صدقه به نام بد مردن هم پیش رش میگرده نمیماند که تو بدنام بمری حتی مردن تا حقه لیکن میگم صدقه خداوند همین خیلی فضل شده که همین در یک جای خدا جان همه گیره که همه حیرت میمونه میگه ای فلانی میدانی در رای حج مثال گذاشت در مسجد گذاشت یا در فراز یعنی آدمی سخیره پیامبر میگه ما با آب روی دنیا بیرونش میکنیم حتی هم بردنش دارم ببین که خداوند عزت میده برای همین انشاءالله خیر احسانا دستگیرتون بشه و خیر احسانا را دوی پای در پای کنیم چندین برابر را میگردانه با خود درک ندارید خدا برکت تا برادر عزیز بسیار تشکری زیاد حق پدر شد اوکی بیمار پدر شد ایران همه خودش دویم حالا دعوا میکنه که اوتام دنیا نیست میگم یک حوض بود 100% بود تقریبا دو کشوردی 10 شده خدا بتا شهید بازیات شد اللهم ارسلنا الى جميع مقاصد آمين انك انت التواب آمین دینا در کسب قرآن روش برکات عطا کنه درشون شکوی کنه آمین و اهل این جمعه ما را پروردگار را تن صحتی سربلندی دنیا و آخرت الهی خیر و برکت در عمر و جان و کسب و کار اهل این جمعه نصیب برکت